الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادران ارجمند، از پیامبران خداوند سر کرده تا امروز اونهایی که در راه خداوند غریب گشتند، خواه از جمله زنان و خواه از مردان، کم نیستند. برقی چون یوسف زندانی گشته و برقی دیگر چون محمد علیه السلام از وطن محروم. آنها شبانگاه در نماز به خداوند خود راز میگویند و مینالند. من میخواهم صدای قلب آنها را به شما برسانم. ای خدا ما را از این عالم جدا بین ما جدا. ای خدا ما را از این عالم جدا بین ما جدا. چون که هستیم بی کس و تنها، غریب و بینوا. چون که هستیم بی کس و تنها، غریب و بینوا. جز تو یاران خود مایان نداریم همدمه. جز تو یاران خود مایان نداریم همدمه. میرویم اندر رهت تا جان ز تن یابد رها. میرویم اندر رهت تا جان ز تن یابد رها. ای خدا ما را از این عالم جدا بین ما جدا. جبر و ظلمی غافلان بر مسلمین از حد گذشت. جبر و ظلمی غافلان بر مسلمین از حد گذشت. با امیدی رحمتت خون می چکد از دیده ها. با امیدی رحمتت خون می چکد از دیده ها. ای خدا ما را از این عالم جدا بین ما جدا. آرزوی ما بود تنها شهادت در رهت. آرزوی ما بود تنها شهادت در رهت. یا که در روی زمین قرآن بود حاکم به ما. یا که در روی زمین قرآن بود حاکم به ما. ای خدا ما را از این عالم جدا بین ما جدا. ما بجز صبر و سجود دیگر نداریم چاره. ما بجز صبر و سجود دیگر نداریم چاره. دایما باشیم همه در ناله و آه و دعا. دایما باشیم همه در ناله و آه و دعا. ای خدا ما